هموطن بزرگوار ادعایی را که من کرده بودم هیچ کس با خواندن قرآن، هیچ انسان سالم با خواندن قرآن مسلمان نشده به شمول خود محمد. چرا؟ چون به محمد قرآن نازل نشده، کاملا با محمد صدق نمیکنید مثلا. و شما میگین که با خواندن قرآن اینا مسلمان میشه. حالا اگر شما سر خودتان امیر یک تمثیل کنین، قرآن را بخونین، امین چند تا سوره و چند آیتی که ما براتون میگم ببینیم، شما اول فکر کنین که یک کافر هستین، یک نامسلمان هستین. کافر میگن مسلمانان. چون قرآن یک بار بخونین با ترجمه فارسی و فکر کنین که مسلمان نیستین. یک کتاب بیگانه است برای شما. بار اول دادن که این کتاب را بخونین و پیرو این دین شوین. آیا دینی که گفته باشه مخالفت را که کشتی زنش را بگیر در رخت خوابت ببر رایگان مهریه برش تعیین نکو سکس کو، شما اون دین را قبول میکنین؟ خب انسان سالم نمیتونه این دین را قبول کنه. در دینی که مدت یا عده طلاق کودک آمده، اگر بر شما این کتاب را بدن باز میکنین میخونین و دختران شما که هنوز عادت ماهیانه ندیدن چون دختر هستند، عده طلاقشون 3 ماه است، این رقم دورش میندازی. میگه یعنی چی من این کتاب بخونم؟ یعنی چی من ادامهش را نمیخونم دیگه؟ برای یک انسان سالم اونم یک آیت 4 سوره طلاق، یک آیت ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، الله عاشق کسایی است که در راهش قتال میکنن، سوره صف آیه 4، سوره طلاق آیه 4 و سوره نساء آیه 4. این 3 تا 4 آیت 4 3 تا سوره را شما بخونین کفایت میکنه براتون که بشناسین اسلام چی است. تشکر ممنون.